50 روز پس از عید پاک در عید پنتیکاست مسیحیان آمدن روح القدس که عیسی مسیح وعده اش را داده بود را جشن می‌گیرند. چون عید پنتیکاست در رسوم مسیحی آلمان ریشه دارد، دوشنبه بعد از یک شنبه عید پنتیکاست نیز تعطیل رسمی است و فروشگاه‌ها تعطیل می‌باشند. داستان پنتیکاست به یک گزارش تاریخی در بخش عهد جدید در کتاب مقدس باز می‌گردد. در اورشلیم که یکی از مراکز فرهنگی حکومت روم باستان بود، مردم بسیاری جمع شده بودند تا مناسبتی را جشن بگیرند. دوستان عیسی در یک خانه‌ای جمع شده بودند که ناگهان اتفاق نادر و غیرمنتظره‌ای رخ داد. کتاب مقدس گزارش می‌دهد: ناگاه صدای همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند به تمامی پر کرد. آنگاه زبانه‌هایی دیدند همچون زبانه‌های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشته و آنگونه که روح به ایشان قدرت تکلم می‌بخشید به زبان‌های دیگر سخن گفتن را آغاز کردند. اعمال رسولان باب 2 آیه 2 تا 4. و خیلی از آن مردمی که به اورشلیم آمده بودند شگفت زده شده بودند و فریاد می‌زدند: چون این صدا برخاست، جماعتی گرد آمده غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان میشنید که آنان به زبان خودش سخن میگویند. پس حیران و بهت گفتند: مگر اینها که سخن میگویند جملگی اهل جلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک میشنویم که به زبان زادگاه ما سخن میگویند؟ اعمال رسولان باب 2 آیات 6 تا 8. با واقعه پنتیکاست پیام عیسی به اقصا نقاط جهان گسترش پیدا کرد. در پنتیکاست مسیحیان روح القدس را دریافت کردند. این بدان معناست که خدا در آنها زندگی می کند. گروه کوچک و ترسان شاگردان مسیح به یکباره به زبانهای گوناگون در وصف کارهای عظیم خداوند شروع به سخن گفتن کردند. از آن حال به بعد همه مردم جهان می توانستند درباره محبت عظیم عیسی بشنوند. این خبر خوش به صورت پخش شد. خیلی از مردم روش زندگی قدیمی خود را ترک کردند، چون نزد خدا آنها می توانستند از گناهان و تقصیراتشان آزاد شوند. آنها می توانستند اکنون زندگی جدیدی را شروع بکنند. ایشان پیوسته با هم جمع می شدند تا بیشتر درباره عیسی تعلیم یابند. آنها با هم شاد بودند و همچون یک خانواده بزرگ با هم بودند. پنتیکاست همچنین تولد کلیسای جهانی مسیحی هم می باشد. کلیسا از روز اول شامل افرادی با پیشینه رنگارنگ می شد. از قرن 3 میلادی پنتیکاست جشن گرفته می شد. همیشه این عید 50 روز بعد از عید پاک بوده است. 50 به زبان یونانی پنتیکاست خوانده می شود و اسم این عید از آنجا گرفته شده است. در آلمان پنتیکاست یک جشن 2 روزه است، به این معنی که هم یک شنبه پنتیکاست و هم فردای آن روز تعطیل رسمی است. در این روزها اغلب مراسم کلیسایی برگزار می شود. در مقایسه با کریسمس و عید پاک رسوم کمی در مورد پنتیکاست وجود دارد. برخی کلیساها با رنگ سبز آراسته می شوند. اغلب در عید پنتیکاست افراد به گردش می روند و در برخی نقاط در آلمان آتشی به مناسبت پنتیکاست روشن می شود. در مناطق روستایی در روز پنتیکاست نخست گله به چراگاه یا چمنزار برده می شود. اغلب گاوهای رنگ شده در این روز در بین گله دیده می شوند. برخی از رسومات قدیمی امروزه دیگر نگه داشته نمی شوند و یا به ندرت اجرا می شوند. این جشن روح القدس جشنی به جهت امید و خوشی نیز هست و هر دو اینها را ما در دنیای امروزه به فراوانی نیازمندیم.